یه خانومی تعریف میکرد، میگه شوهرم کارگره، شبا که میاد خونه انقدر خسته و عصبیه یه زود از کوره در میره، نمیدونم چی کار کنم. بهش گفتم ببین آبجی، اگه زنبورم مثل مگس مفت میخورد و میخوابید کارگری نمیکرد، هیچ وقت هیچ کس رو نیش نمیزد. کارگر خسته است. میدونی چرا؟ چون از صبح تا بوق سگ کار میکنه، زحمت میکشه، تهش یه اسباب بازی ساده برای بچهش نمیتونه بگیره. این حالشو خراب میکنه. سر کارش یه آدم دوزاریه به درد نخور با زد و بند و پارتی و این صحبتا شده مسئول، بهش زور میگه، نمیتونه جوابشو بده، چون اگه جواب بده اخراج میشه، میریزه تو خودش. کارگر خسته است، عصبیه. میدونی چرا؟ چون هیچ امیدی به فردا نداره. آجی، نه تنها شوهر تو، ما هممون همینیم.